راهاندازی شدن سامانه روزنامه امروز نیوز مبارک باشد و بگویید که کار شما در این سامانه چگونه خواهد شد؟ یعنی کارگر علاوگی میگیرید یا اینکه چه؟ مثلا زمانی که نقشه راهاندازی سایت روزنامه امروز نیوز پیش بینی شد، نقشه همین طور بود که باید در اون اصلا کارگران خود روزنامه کار کنند و همین نقشه همین طور هم باقی ماند. تو حاضر مثلا تغییرات زیاده وارد نشده است با اینکه بگیم این نفر یا اون نفر جلب میکنیم. در حال حاضر اصلا با خود نیروی همین کارگران فعلی تکیه کرده می شود در فعال سازی یا در راه اندازی سامانه روزنامه. اما طبق نقشه یا طبق همون دورنمایی که هست در یک ماه نیم ماه بعد از آغاز شدن فعالیت سایت حتما نفران جلب خواهند شد. هر صورت در نقشه هست که از حساب اون نفرانی که حاضر در روزنامه فعالیت دارند یک گروه مشخص معین کرده شود برای بیوسته کار کردن با سایت. در برابر این فعالیت ما تفاوتی زیاده نخواهد داشت. اصلا موادی که در روزنامه نشر می شوند با گذشت یک مهلت معین در سایت جا کرده می شوند. اما اون یک نفر یا دو نفر یا چند نفری که برای کار در سایت قبول کرده می شوند بیوسته برای آماده سازی گزارش های همون لحظه اینا، برای آماده سازی خبرهای همون روزا جلب می شوند. از نگاه تجارتی گیریم کاری سایت یعنی خبرگزاری همچون یک رسانه خبرگزاری کاری هر لحظه را طلب می کند و برای شما تا کدام اندازه یعنی منفعت آور خواهد بود؟ خود همین هر لحظه ای نبودن، یعنی خود این که ما هر لحظه با آماده سازی یا با جستجوی مواد معلومات مشغول میشیم، درست است که خراجات زیاد طلب میکنه. حتی عادی ترین خراجات راهگیری مثلا نمیدونم خراجات های دیگری که هنگام تهیه یک گزارش یا یک خبر میشه. البته این چیزها با حساب گرفته شدن. مثلا من فکر نمیکنم که مؤسسی روزنامه این چیز رو صرف نظر کرده باشه، اما ما پیش بینی کردیم الکی که برای ما دشوار خواهد بود همزمان در روزنامه فعالیت کردن و همزمان برای سایت گزارش و خبرها آماده کردن. اما ما همین چیز رو، همین مشکل رو میخواهیم از حساب یک اندازه درازتر کردن فرصت آماده سازی روزنامه، از حساب مثلا یک چند نفری که علاوگی که گفتم جلب میشن رو پوش کنیم. از حساب مالیوی باشد مثلا بگیم پرداخت های گزارش، مبلغ گزارش های نمیدونم معاش کارمندان، من فکر میکنم که مؤسس الکی این چی رو در نقشه دارد و چون صلاحیتی او است میتونه در این مسئله نقشه دیگری را هم راه اندازی کند. خب تشکر. سالهای اخیر در تاجیکستان آنهایی که در سامانه های خبرگزاری ها اصلا کار میکنن از آن شکایت میکنن که سامانه های خبرگزاری ها رو میبندن و یا ترکیب ژورنالیست ها یعنی صورت میگیرن. خب شما در سمت پخش خبرها چه سیاستی را پیش خواهید گرفت؟ آیا از بعضی خبرها یعنی از نشر بعضی خبرها خودداری میکنید؟ اصلا همون سیاست راه اندازی می شود که عین حال هست. یعنی درست است که امروز نیوز در نشر روزنامه امروز نیوز در نظر است در نشر بعضی مواد، در نشر بعضی معلومات حتی تا هفته ها چندین روزها مثلا فرصت می‌پاید. برای چی؟ برای دریافت همون معلومات دقیق، برای دریافت پهلوهای گوناگون یک مواد. بگذار برای اونهایی که موادی که ما نشر نمی‌کنیم از منبع‌های دیگر دریافت کنند، معلوماتی که فکر می‌کنن برایشان جالب است.
یعنی در مجموع ما فکر نمیکنم سیاستی که ما پیش گرفتیم به همون حد ما را رسوند یا به همون درجه ما را رسوند که باعث نمیدونم تصمیم های نادرست نسبت به همین سایت شود. خب تشکر به شما بود. ها میخوایم امیدوار هستم که در این راه هم موفق خواهید شد. سلامت باشید.